سلام خدمت همگی، سعادت هستم، مسئول قسمت CSSD مرکز جراحی کاملیا. اینجا قسمت CSSD یا به همون معروف CSR مون هست که این قسمت کثیف هست، ستایی که جراحی میشه از طریق بالابر کثیف به این قسمت انتقال پیدا میکنه. این قسمت جداسازی انجام میشه از طریق این دستگاه ستشورمون با محلول هایی که داخلش هست، محلول های قلیایی و محلول های اسیدی شستشوی کامل داده میشه. مجدد این قسمت از طریق سبدهایی که داریم داخل محلول قوطه‌وریمون 20 دقیقه قوطه‌وری انجام میشه. بعد از قوطه‌وری آبکشی مجدد و از طریق هوای فشرده کاملا خشک میشه. قسمت بعدی که هست، حالا قسمت تمیزمون هست، اون قسمت پک میشه، گاز چیده میشه، تست‌های کلاس 6 کلاس 4 داخل تمام ستا گذاشته میشه و دیگه به قسمت اوتکلاب میره و استریل انجام میشه. اون قسمت هم که انبار استریلمون هست و از طریق یه بالابر تمیز و استریل دیگه به قسمت اتاق عمل که طبقه پایین هست، قسمت استریل اتاق عمل انتقال داده میشه.